سلام صبح بخیر خدمت همه دوستان و همه عزیزانی که ما را بیننده هستید. سلام صبح بخیر دارم خدمت تک تک شما عزیزان که در هر گوشه هستید. اینجا که میتونید میبینید دوستان صبح دیگه دیروز و پریروزم که باریش کده، باران بوده دیگه، امشب هم بارندگی بود دیگه. این حالا ما اون که میبینید کم کم هست اینجا دیگه. امروز خوبه بالاخره. اگر صبحشم بخیر، اگر چاشم بخیر، اگر بیگاهشم بخیر دیگه. میتر قرار بر این شده که ما زندگی روزمره خود در تصویر بکشیم و برای شما نشان بدیم دیگه. نه روزم آقای ساقمن اینجا بر راه را میری. آقای ساقم یک دنه دینار سودا ده، نمی 4 دنش منده، 5 دنش منده، 4 5 دنش منده بالاخره دیگه. نید ساقم خودشم داده کمرش تا ببینم چی. سلام صبح بخیر داره آقای ساق. صبح بخیر، خوبی؟ عقوبت بخیر. یک سلام صبح بخیر خدمت دوستا کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برای دوستان بیننده های محترم که من میبینه در این کره خاکی، در این شهر احمد آباد مستوفی. دیده مشی مو هم همینجا گای کارگری میکنی، گای گوسپندار میچرندی، زندگی همینه دیگه، گای پیل میگیری، زندگی همینه. چیکار؟ همین دیگه سوال جواب شد تو دیگه. خب امی آقای ساق، بله امی میخوایم امروز با لهجه ایرانی صحبت کنیم برای دوستان. خب حالا هر رقم که صحبت کنیم مشکل نیستش. خب منم با لهجه ایرانی سوال منم، حالا تو هم سعی کو با لهجه ایرانی صحبت کنی و جای ما رو بید. خب میگه ما فرقی نه، حالا بخوای هر جور بخوای صحبت کنی مشکل نداره. ولی چند سال کلا تو ایرانی؟ تو خواهتم هم دارد 20 ساله. 20 ساله؟ رفت آمد 20 سال. تو این 20 سال خب باید زبان ایرانی رو خوب بلد شده باشه، درسته؟ نه اصلا بلد نشد. اصلا بلد نشته؟ چرا؟ نشد. خب بعد یک لهجه ایرانی میتونی صحبت کنی کامل 100% که من از این 100% سوال کنم شما هم 100% جواب بدی؟ فکر نکنم. فکر نکنی؟ خب چی سوال کنی؟ هر چیزی دوست داری سوال کن. خب یک چیزی دیگه، اگر فرضاً مثلا آقای ساق، اگر شما مثلا پولدار باشید، خب پول داشته باشید، یعنی مثلا بزرگترین تاجری افغانستان باشید، مثلا میخوای چیکار کنی؟ این پول زیاد داره، میخوای چیکار کنی با پول؟ میخوایم کسب کاسبی را بندازیم دیگه. اگر پول داشته باشم، خب اگر نداشته باشم دیگه بیرونم. بیرونی؟ نه منظور من این بود مثلا الان تو فرضاً بزرگترین تاجری، خب میخوای پولدار باشی، بعد از بخش از این پول تو یا همون ثروت تو مثلا اختصاص میده برای مثلا مردم های بی یتیم صغیر. مثلا حالا فرقی نمیکنه، مثلا یا مسجد بسازی یا راه آباد کنی یا بندی برق بزنی یا مثلا مؤسسه خیریه داشته باشی یا نه؟ آره دیگه، اگر پول اضافه باشد، از چشم اضافه کنه، از دل اضافه کنه، میخوای چیکار کنی؟ اونو میخوایم خرج کنیم. مثلا در چی راهی؟ در راه خدا. نه در راه خدا، مثلا چی راهی؟ هر راهی که بگه، از برق و از آب و از این نفرایی که خیر و خیرات مخور از اینا و آره میخوای مثلا خرج کنی؟ آره دوست داری. بعد آقای ساق مثلا بزرگترین آرزویی که در دنیا داره چیه؟ حالی در این شرایط که اصلا نه آرزو دارم نه دیگه دارم، 100 پاره چرخ منده. آرزو نداری؟ نه در این شرایط هیچ چیزی ندارم. وضعیت تهران چطوره؟ وضعیت تهران هم دیگه امروز بگاه و شو سبایه. بعد یک چیزی دیگه، اگر مثلا در افغانستان امکانات در دوران شما فراهم بود، میخواستی چی کاره بشی؟ حالا هر امکانات رفاهی گرفته از آموزشی و رفاهی همه چی، تو فرض کن مثلا تو یک جامعه بودی که مثلا مثل کشورهای غربی، مثلا دوست داشتی چی کاره باشی؟ زیاد در کسب و کاسبی زیاد شوق داشتم. نه مثلا اگر میخواستی، اگر گفتم شرایط فراهم بود، مثلا میخواستی چی کاره باشی؟ گفتم دیگه فقط در کسب و کاسبی شوق داشتم که اونم که نیست دیگه، یا هر کی برد دیگه نمیدیه. درس خواندن چی؟ نه درس خواندن که حالا تازه پس این پیری اگر یرغه شوم دیگه، حالا که ندو. منظور من بود مثلا اگر در زمان شرایط فراهم بودی، آرزوت مثلا این بود که دکتر بشی، مهندس بشی، خلبان بشی، جراح بشی؟
معمار بشی چی بشی؟ فقط کارگر ساده. کارگری ساده ها. بعد یک چیزی دیگه هم نگاه کن آقای ساق. الان که فعلا در ایران هستی راضی هستی از این وضعیت؟ آره زندگی خوبه؟ متوسطه دیگه، بالاخره دیگه نه دیگم نه خوش، متوسط. بعد یگان روز شده مثلا دست زن و بچت بگیری ببری مثلا پارکی، سینمایی، تفریحی، چی میدونم؟ نه سینما که دوره جرجانی که 10 سال گایناگای بودم رفتم هم خوشم نمیامد. حالا که اصلا فقط این خانه فامیلا و یا مثلا پارک دیدن دوستا یا دیدن دوستا رفتی با زن و بچه. اون که دیدن دوستا خب واجبه. خب هر آدم باید پیش فک فامیل اقارب شی باید برن دیدنش. و منظورم برای تفریح آیا رفتی؟ آره مثلا تئاتر، سینمایی، پارکی، کافی شاپی؟ نه از سینما مینما این دوره جوانی هم توبه کرده بودم، حالا هم توبه کرده ایم. فقط پارک و یا مثلا خیابو و یا مثلا باغ اینا رفتیم. اگر فرزن یه موقعی خب یه موقعی مثلا پول دستت بیاد، خب پول داشته باشی، پاسپورت هم که داره، خب بخوای مثلا برای مسافرت کدوم کشور را انتخاب میکنی؟ آزیر آیا مثلا به غیر از کشور ایرانی که الان توش زندگی میکنی آیا آزیر هستی مثلا برای مسافرت یا تنهایی با خانواده کدوم کشوری را انتخاب کنی؟ اگر پول دگیرم بیاره کجا مثلا مقصد کدوم کشور؟ الان ببین 5 تا قاره است. خب روی این کره زمین 5 تا قاره آسیا که بزرگترینشه، بعد مثلا قاره آفریقاست، مثلا اروپاست، آمریکاست، استرالیا. این 5 تا قاره. از این 5 تا قاره کدوم دوست داری بری؟ کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا، آسیا؟ والا برای فرنگ به خاطر پول ندارم، تصمیم ندارم. یعنی دوست داری مثلا سفرهای خارجی داشته باشی؟ حالا سفری که دوست داری که مثلا یا این بر یا اون بر یا مثلا آسیا یا اروپا سفرش دوست دارم، اما برای فعلا که پول نیست. ببینید دوستان نمیفهمی طیاره فقط این جایز موستر پیدا کرده. طیاره یا هواپیما. البته طیاره که افغانستان زیبا میگن طیاره ولی ایران میگه هواپیما. دوستان که ببینید دیگه این لحظه به لحظه از اینجا طیاره مرمه یا همون هواپیما به خاطر که اینجا نزدیک باند فرودگاه است. 5 دقیقه موره. آره اینو نشست و برخاسته، بعدش میشینه، بعدش تازه از باند بلند میشم، سر صدای زیناست. خب بعد دوست داری جرجان بری یا دوست داری با خانواده؟ نه با خانواده. جرجان ولش که حالا موی سفید شده، پیرمرد شدم. آره دیگه جرجانی دیگه نمیچسبه. نه بالاخره از این 5 تا قاره اگه بخوای انتخاب کنی کدومش برات مناسب تر و بهتره؟ نه برای فعلا تصمیم ندارم. خب پول نیست. یعنی دوست داری تو زندگی چقدر سرمایه داشته باشه که تا بخوای بری خارج سفر؟ خبر تشیر. بعد دیگه حالا طمع زیاده. مثلا یه حدسی بزن به دلار، به افغانستان، پول افغانی. طمع زیاده. خب چیشم گوشنه. خب آره این دیگه معلوم شد که این غیر خاک دیگه هیچ چیزی پر نمیزنه. فقط خاک مگه پر میکنه. یک تعدادی نمیشه بگی برای بیننده؟ نه اساق ببینن اون یارو مامادت. بیا سندر بیا. شو اسم چرا سندر گذاشتی؟ خوبی به خاطر که هی دنبال برها دنبال نفر میاد، اسم زیرش شندر یا سندر؟ حالا ما شندر میگی. شندر به زبان پشتو میشه، سندر که شندره. ما منطقه پشتونه. دیگه اون دیگه شما دوت هواپیما فقط غرور کده. حالا صدای اونم زفت میشه. خب خیلی تشکر آقای اسحاق از اینی که با ما یک چند دقیقه صحبت کردیم و دیگه ما هم اینجا تا موقع دوستان موقع رفتن سر کار صبح اینجا گوسفندار میچرنی. آقای اسحاق هم گوسفند یکشو فروخته دیگه مونده این تعدادشون دیگه. خدا نخواسته ویدیوم برای شما طولانی نشنه، لطفا از ما حمایت کنید و از چینل ما رو لایک سابسکرایب کنید و در قسمت کامنت برای ما بنویسید از کدام بر ما راضی هستین و علامت زنگوله شما فعال کنید که به محض نشر شدن ویدیوهای بعدی شما دوستانم با خبر باشید. دوستان تا ویدیوهای بعد، تا برنامه بعد همگیتان را به الله پاک میسپارم. الله یارتان، خدا نگهدارت.